صبح بخیر مادر. صبح تو هم بخیر. بولانی پختم میکنی؟ بله بچه، بیا بخور. اول روی ما بشایم. بازم سرم ناوقت شده. عزیزم خوابم برده بود، چرا بیدارم نکردی؟ خب موبایل زنگ زد، گفتم شاید بیدار شده باشی. نه خیر، بیدار نشدم جانم. قسم میخورم اگه حال خواب شوم تا صبح از خواب بیدار نمیشم. بسیار خسته هستم. خب نتیجه انجام دادن دو کار همزمان همی است. چی فرق میکنه کن؟ من خو 8 ساعت خواب شدم. ای خستگی حتما از تاثیرات کولر است. تو از خاطر که لاغر شوی هیچ چیز نمیخوری، خودت درست تغذیه نمیکنی، از اون خاطر است. به خاطر که در عروسی لاغر باشه میکارم میکنم. اگه بخوایم لباس عروسی ده جانم بیاید باید این کارا کنم. فکر نکنم تو عروس چاقا دوست داشته باشی. جانم تو چی گفته میری؟ من در هر حالت دوستت دارم. مام دوستت دارم یک دانی. خب دیگه من رفتم. خداحافظ. ها فراموش نکنی که امروز باید امرای مامور نکاح گپ بزنی. بخیر جمال. صبح تو هم بخیر. یک کمه بولانی آوردین، بیا که یک جای بخوریم. درست است، بیا. بیبی چطوره؟ کامران دختر خودتی را پخته کردی؟ بله دیگه کی پخته کنه؟ خوشت آمد؟ بسیار مزه‌دار است. آی چی شد دختر؟ نکه زبانتو جویدی؟ اوف دندانم درد میکنه. ببین یک دفعه. دیوانه شدی؟ دانت بسته کو. من خود دکتر نیستم. اما زیاد درد میکنه. من تا مولا میرم، بیا که تو رو پیش دکتر ببرم. نه نمیشه، من از دکتر دندان میترسم. بلا کامران، تنها کار که برات کردم میتونم همی است که برات یک مسکن بگیرم، اما بعد از صبحانه. واقعا؟ از راستی برم دوا میگیری؟ بله میگیرم. آی چی میکنی دختر؟ آی با خدا دردش آرام شد. برای ما به جای دوا کار داد. فکر که دوا گرفتی.
دستم خاط رسید که این سرک فرصت شوه. بله آسو. دختر کجاستی؟ رئیس زنگ زده است و پرسان میکنه. در راستم. چی کنم دیگر رابندان؟ به هر صورت تشویش نکو، بیازو گفتمش که دادش نابه. چرا تو گفتی؟ اگه او پیش از ما به شرکت برسه باز؟ گفتم دیگه کوشش کن زودتر بیایی. درست است میایم. چی شده رئیس؟ چی میخواد؟ یک بسته بوده که باید به گوزالیورد میرسید، هنوز نرسیده. سر صدای همگی برآمده، میگه که مسئولیت تو بوده. چطور یعنی؟ 3 روز از روان کردن او بسته گذاشته. آی اوف نه بس از دیگه بس. به هر صورت جیگر خون نباش، به یک شکل حلش میکنم. نه تو را نگفتم، درست از خط کن، من حلش میکنم آسو. اوف خدایا یک چپه شدن همی کم بود، فهمیدم. اوف بله سلام، من گل سنبول هستم. میبخشین برتون یک بسته روان کرده بودیم، هنوز نرسیده. درست است، منتظر میباشم. چطور یعنی؟ بیادر شما چطور به جای غلط رو روان کردین؟ گوزالیورد در قبرس از شما چرا رو به مولان روان کردین؟ اوف اوف. سلام علیکم. علیکم سلام. چطور هستی سرجان؟ خوب هستم، تو چطور هستی؟ خوب هستم. روزا چطور میگذره؟ خب دوای ما رسیده؟ این دوایت از بیادر جان. بیادر اینجا کارتن دگام است. آدرسش گوزالیورد است، اما تو یک بار ایران بیبی؟ بته ببینم. اینه بیادر. این گوزالکوی قریه شما نباشه؟ شاید با سلطان مادر آمده باشه. خیگو تو رسیرم تو ببر بیادر. میبرم. اما ایرکی به سلطان مادر روان کرده. سلطان مادر، من یوسف هستم، شناختی؟ ها؟ در زمینایت که دهقانی میکردم برات غذا پخته میکردم، مرا به یاد داری؟ بله به یاد دارم. تو قصاب نیستی؟ میخوایی گوسفندای من بکشی؟ تاف با تو. نه خیر، من قصاب نیستم، من دهقان هستم. قصاب ای است. ها قصاب مستم. قصاب او است. او قصاب است یا یوسف که نشناختی فرق نمیکند، چرا که یک آدم بیکار است. خودت نه من مرا خوب میشناسی، من اسنو هستم از فامیل اوکوز. من از حیوانات مواظبت میکنم، به چراندن میبرمش. نشناختم بد، هیچ کدامتان نمیشناختم. بگوین از ما چی میخواین؟ چی میخواین از ما؟ زود شوین از اینجا. مادر بیزاره چی شده؟ عقل خدا از دست داده. میبرم، گم کنین خدا، گم شوین. از ما چی میخواین؟ ما کارو نکردیم، ما را نزنیم. گم کن خدا، گم کن. سلطان مادر عقل خود از دست داده. فکر کنم تیر شما به خواب بود. تو از خود کاروبار نداری که اینجا هستی. من دیگه این قریه که تنها از سلطان مادر بیا اینجا. گم شوین. سلطان مادر چی میخواین؟ یوسف بیا در اینجا شگفت است. چرا طفلا روان کرده بودی و مرا خواستی؟ قریه دار سوی بیا سلطان مادر دیوانه شده. هیچ چیزو به یاد نداره. پیش یگون دکتر ببرش که معاینش کنن که مشکلش چیه. توبه خدایا. سلطان مادر اساشو بده پایین کو، پایینش کو. مرا نشناختی؟ یاسین. بله. شورکه. بله سلام آقای جنایت، من سنبول هستم. تو کجاستی گل سنبول؟ او کارتنا چرا تا حالا نرسیده؟ او کارتنا را به جایی که به قبرس ببرن به مولا بردن بسیار مذرت میخوایم. چرا کارتنا را به مولا بردی؟ اونجا به کی بردی؟ از خاطر تو مشتری من دست دادم. حق به جانب است، نما تمامی اشتباه شرکت باربری است آقا. شاید از خاطر مشابه بودن نام قسم شده به جای گوزالیورد به دیگه جای بردنش، اما من حلش میکنم. همین میگم که رو به مولا به قبرس ببرنش. تو حال کجاستی؟ در شرکت هستم آقا. تو معلوم میشه که در موتر باشی. صدای موتر رو میشنم. در پلی تلکین هستم، از بیرون صدای موتر رو میاد. خوب است، ما هم حالا به شرکت میرسیم. به شرکت میرسیم؟ بله.
از حسن تپه تیر شدیم. درست است. بیادر چرا فاصله رو مراد نمی کنی ها؟ هم تکر میکنی هم سرما گپ میزنی. تو کی رقم یک دفعی توقف کردی؟ زیاد گپ نزن، گناهی تو بود. اگه تو یک دفعی توقف نمی کردیم هم تکر نمی کردم. اینجا جای توقف کردن است. آهی حالت بیبی. آقای جونی؟ حالا هم رای تو چی کنیم گلسون؟ بیا جان بیادر، خوش آمدی. دکتر چی گفت؟ گفت یاد فراموشی پیدا کرده، از خاطر پیری است دیگه. برش دوا داد، گفت در این سن و سال چیز عادی است. تا سن 20 سالگی ذهن بسیار قوی می باشه، اما بعد از او رفته رفته ضعیف شده میره. یعنی با گذشت زمان ذهن آدم بخی صفر میشه؟ به خدا چیزی که دکتر گفت من به شما گفتم. یعنی اصلا خوب نمیشه؟ نمیفهمم بیادر. گفت که دوا رو بخوره یاد فراموشیش کم میشه. ما که میبینم او دیگه خوب نمیشه. من برایش آهنگ فولکلور میخوانم بیادر، اما قسم که دیوانه ها را تداوی میکنن همراه خواندن. آی چی میکنی احمد؟ دیوانه شدی چوب باش. اگه نه زبانه درازت از حلقت میکشم که دیگه از گپ زدن بانی. تو هم راست میگی، نمیخوایم زبان خدا از دست بتم. پدر یک سوال داشتم. اگه سلطان مادر فوت کنه میراث او به کی خواهد رسید؟ این دیگه چی رقم گپ زدن از بچیم؟ وقت و زن از بین بردی. جلال بچه متوجه گپت باش. کی میفهمه که کی زودتر میموره؟ بله راست میگه بیادر. خداوند به نوبت مرگ بده. اول از پیرا شروع کنه. آمین. آمینی چی پدر؟ تو هم خو گپ جلال گفتی. خب ای حساب اول سلطان مادر فوت میکنه بعد از اون کوکوسنو. باز تو یک گپ ناخ زدی. پدرت از مکده پیرتر است. پس در اون صورت اول پدرم فوت میکنه بعد از اون تو فوت میکنی. خیال که تو راست من پیش از پدرت میرم. بشین تو بشین. هفتید؟ بله. تو برکتیم خدایا. تو چطور هستی؟ مرا با یاد آوردی؟ چی میخوایی اسنا؟ نه ماشالله بیبی عاجل با یاد آوردی. یادی که دوا فایده کرده، زود خوب شدی شکر. ایره بگی از فروش حیوانات است، با خوشی مصرف کنی. ما ایره دا چی را مصرف کنی؟ ما میره میخواستم بگویم که خودت گفتی. سلطان مادر من میگم که اول خدا حفظتون کنه. باز اگه شما را چیز شد میگم که این زمینا و مواشی شما چطور خود شد و دولت میمونه. باز دولت چی خود کرد؟ دولت کلش به دل خود تقسیم میکنه. ما چی میشیم؟ ما گوش نمیمونیم. میخواییم ما گوش نباریم سلطان مادر؟ نه خیر البته که نمیخوایم. آفرین. در اون صورت من میگم که زمینا و مواشی تسلیم مکو. مام تا که زنده هستی از تو مواظبت میکنم. سنگ قبرت از سنگ مرمر میسازم سلطان مادر. نه خیر، مواشی را به تو میتم. زمینا را تسلیم یوسف میکنم. تا حالا ازش مواظبت کرده. زمینا را به یوسف میتم. جدی هستی؟ یوسف چی بخوره؟ باز من به اون ماش میتم خواه. نمیشه. خرسا یاد کدام نده دستگی. میبینم که درد دل میکنین. بیا یوسف، بیا اینجا بشی. بیا حالا دیگه اینجا بشی. درست است مادر. گوش کن. بگو. ما و اسنو درباره میراث گپ زدیم. ما تصمیم خود گرفتیم. مواشی را با اسنو میتم، زمینارم به تو میتم. اما تا که زنده هستم از من مراقبت میکنین. مراقبت میکنین؟ خداوند براتون عمر دراز بده مادر. ای که خدا چی میته تو مداخله نکو. او در کار خود داناست. حالا دیگه حالا دست مرا ببوسین. بگی ببوس. حالا درست ببوس. تو هم اسنو. سلطان مادر این بوی بد از چی بود؟ مادر جان چند وقت میشه که هموم نکردی؟ توبه من هر صبح غسل وضو میکنم. دیگه نگوین که دستت بوی میته. شاید بوی ازی باشه. از کجا پیدا کردنی اثر تاریخی را؟ نامزاد سابقم است.
گفتم که پیش دکتر خوشبوی شوم. خوشبوی نه؟ خوشبوی است، خوشبوی است. نجیبت بادش که دل راست میگی. پس شو اول مطیع بشو. نه کجا میری؟ نه جای. ما ای طرف میرم، تو؟ ما هم از این طرف میرم. خوب است. تالت برکت. مواشی را از خود کردی. تو هم کم تالی نیستی. آمدی و زمین ها را از خود کردی. ای چالاک، پیش از ما آمده مواشی را گرفت. اینا خرابات. دخترم تو سرت پایین انداخته کجا روان هستی؟ هی جای پدر، خانه میرم. برو سلطان مادره یک بار بشوی. چرا پدر؟ کدام عطر تاریخ تیر شده بدبوی پیدا کرده و کلش از جان خود زده. آی پدر، آخر چرا ما بشویمش؟ باید همراهیش خوب رویه کنیم دخترم ها. تا وقتی که زنده است باید این کار کنیم. اوف پدر. و ما پف نکش. برو دیگه، برو دیگه، برو. جمال دختر تو اینجا چی میکنی؟ اینجا چی حال است؟ خانه سلطان مادر حمام جور کردی؟ نه چی میگی؟ پدرم گفت برو سلطان مادره بشوی. ما هم از فرصت استفاده کرده دست سر خودم آب انداختم. دست چیه؟ کارتن. کارتن چیه؟ نمیفهمم. کی روان کرده؟ دختر تو چقدر سوال میکنی؟ برو یگان چیز بپوش اگه کسی میبینه گپ جور خواد کردن. کامورا ایران بگی برات مسکن آوردیم. روز 3 بار بعد از غذا بخور. درست است؟ آی جمال، ای دواره برای ما گرفتی؟ امی که گرفتم دردش آرام شد. آی چطور هستی سلطان مادر؟ صبح خوب نبودم اما حال خوب هستم. ای را به تو روان کردن. ای چی است؟ والا نمیفهمم. امروز به شرکت باربری در مولا رفتم. در اونجا ای را برم دادن. هرچند تو کدام مقارب نداری اما خدا میدونه کی روان کردن. تو ای را باز کن. اسایست. ای چی است؟ لوازم آرایش از سلطان مادر. ای را کی برات روان کرده باشه؟ ما چی بفهمم؟ گل سنبول روان کرده ای لوازم. خدا، گلسوم این نام نواسه ماست. نواسه؟ خدایا شکرت. امروز صبحم رایتان گپ زدم. چرا عجلم رای دفتر مولا به تماس نمیشین؟ چطور یعنی؟ این اشتباه از خودتان است، باید خودتان حلش کنی. تو به خدایا از خاطر اینا من وظیفه خود از دست خود دادم. عزیزم تا اونا رو راضی کنیم که کارتانه به قبرس ببرن یک کارتانه جدید آماده میکنیم. او کارتانه که گرفتیم باز در گدام میمانیم. تو هم راست میگی. بیاز او وقتی که کارتانه باز کنن میفهمن که از اونا نیست. در تلفنت زنگ است. بله از مولا. آها سلام، روز بخیر. شما گل سنبول هستین؟ بفرمایید خودم هستم. دقیقه ما سلطان مادر که هست نه؟ خب چی شده؟ شما با او یک کارتن روان کرده بودین. ها یعنی او کارتن به شما رسیده؟ رسیده. درست سر وقت خبر دادین. او کارتن اشتباه روان شده. شرکت باربری ما اشتباه کرده. میشه که امیال او کارتن به ما روان کنین؟ من تمام مصارفش میپردازم. متاسفانه روان کردن نمیتونیم. چرا؟ خب هر چیزی که در بینش بوده سلطان مادر در این خود راست میگه. او چی میگه؟ سلام بگو. با نواسیم سلام بگو که مادر کلانت تشکری میکنه. حالا چطور یعنی؟ تمامش استفاده کردین؟ تمامش دانه دانه باز کرده و دریش بگو زده. زنده باشه. شما کی هستین؟ من قریه‌دار گزلکوی هستم. این سلطان مادر میگه که شما نواسیش هستین. راست میگه؟
بیادر نواسی چی؟ من نواسم مواسه کسی نیستم. در ضمن شما چرا پرسان نکرده از او استفاده کردین؟ آدمیت بر زنگ میزنن. شما میفهمین که او چقدر قیمتیه؟ میگم برش میگم. روز شما خوش، روزتان خوش، بخیر باشین. بله موبایل قطع کرد. او چی گفت؟ سلام گفت دستش ببوسین. گفت به خوشی استفاده کنم. خوب است، زنده باشه. سلطان مادر وضع چندان خوب نیست، خبر داری؟ چی شدش؟ زیاد زنده نمیمونه. دمی نزدیکی ها بخیر بیغم میشه. بی رقم نگو، ای بس به خدا. همه ترس به خدا خودم دیدم که وضعش خراب است. اصل موضوع یک چیز دیگه است. امروز ما با دیدنش رفته بودم، برش گفتم که دارایی‌های به ما بده. خانم میفهمی چی شد؟ یوسف هم آمد، او هم به می خاطر آمده بود. البته وقتی که او آمد سلطان مادرم زمین ها رو به او داد، مواشی رو به من. حال او زمین های حاصل خیز از یوسف میشه. سر و کار ما بازم همراهی همو گو و بز و گوسفند و خر است. چی فرقی میکنه؟ در وقتش خودت حیوانا رو نمیخواستی؟ زنکه مسئله او وقت جدا بود، حال جدا است. گوش که چی میگم؟ من میگم که برای جمال ما کامورانه بگیریم، همراه فامیلی یوسف شریک میشیم. خوب گپ هست، اما سنش از جمال کده کمه کلان. حالا پشتی گپا نکرده که کاموران واقعا یک دختر خوب است اگه جمال ما قبول کنه. بان از جمال کی پرسان میکنه؟ چیخ نزن، اگه نه یک تا ریش در رویت نخواد ماندم. چیخ نزن. نه چی گفته بودیم؟ در باغچه هستیم، در بیرون خانه گپ ما میچلا دیگه. خراگم شو، تو چی وقت خانه میری؟ تو یک دفعه خانه برو، باز من همراهت میفهمم. درست است، بس که دیگه. ولی تو پیش از ما یک دفعه برو، برش بگو که امشب خانه تا میاییم، با خاطر یک کار خیر میاییم، فهمیدی؟ بعد از او به مولا برو، از اونجا دلت که گل میگیری، انگشتر میگیری، چاکلیت میگیری، یک چیز بگی دیگه. ایره بگی برو بخیر. هلال دخترم بیا. آمدم مادر. آماده شو که با مولا میریم دخترم. چی؟ مولای چی؟ دختره بان که در خونه باشه، دختره مولا نبری، فهمیدی؟ میگم که بریم یک جا سودا بخریم. چوب نبره. چی گفتم؟ تا که همراهش نباشم از این خانه بیرون رفتن نمیتونم، فهمیدی؟ پدر مادر چوب باش. ای دختره در خانه شانده بیخی موش دور کدی. سر گپ مگب نزنید، برین برو سیلکو. متاسفانه کارتن بادرس اشتباه روان شده. او آدم هم از لوازم استفاده کرده. خب تو چی میخوایی؟ راستش بدونی که از کدام لوازم جدید به قبرس روان کنیم هیچ چیز در ذهنم نمیآید. خب تا اون لوازم را که به مولا روان کردی چی خواهد شد؟ لست اونا رو به شرکت باربری روان کردیم، تاوانش هم میپردازن. درست است. ما مصارف ترمیم تاکسی را بالای تو ماندیم، او را هم تو میپردازی. درست است آقای جنید، ما محترمه به ترمیم میبرم. میشه که برای چند روز به من یک موتر امانت بتین؟ به تو موتر داده نمیشه. برای چند روز امرای مترو رفت آمد کو. درست است. یک خواهش دارم، میشه به فردا برام اجازه بتین؟ دلیلش؟ 15 روز بعد عروسیم است، کارت دعوت برتان میارم، اما تمام کارای مانده. میشه که فردا برام اجازه بتین؟ درست است، رفته میتونی، اما روز بعد یک جلسه بسیار مهم داریم. ببین ای بار هیچ عذر را نمیشنم، سر وقت باید حاضر باشی. درست است، میفهمم. بسیار زیاد تشکر. با اجازهتان. یک قدم پیش یک قدم پس، از ما بیا با هم کنیم رفت. وقتی اسنو گفت میریم خواستگاری کاموران واقعا خوش شدم. اسما میفهمی کاموران با جمال واقعا میزیبه. مام جمالم مثل بچه خود دوست دارم. دختر حالا دیگه ما قدر شده.
ای خالک قنده. باش که برای قهوه آماده کنم تا فال مرا ببینم. نه حال نمیشه، من به مولا میرم. خب دیگه من رفتم. آیی بخیر بری. یک قدم پیش، یک قدم پس، بیا با هم کنیم رفت. یک قدم پیش، یک قدم پس، بیا با هم کنیم رفت. یک قدم پیش، یک قدم پس. آیتن آمدم مادر. چی شده؟ بیا اینجا. تو داخل چی میکردی؟ تو باز آهنگ میشنیدی؟ نه خیر مادر، هیچ چیزا نمیشنیدم. خوب است. برو داخل خانه را پاک کن. شام خانه ما مهمان میآید. به خاطر کارهای خیر است. کامرانه خواستگاری میکنن. کی خواستگاری میکنن؟ فامیل دودوشان به جمال خواستگار میآید. جدی؟ اما مادر، خواهرم از خوشیده کالای خود جای نخورد. حالا زینا برو دیگه. گپ ما گوش کن. به نورتنم خبر بده که شام مهمان داریم. فهمیدی؟ درست است. یک قدم پیش، یک قدم پس، نازنین من. تو چی میکنی بلیاز خدا؟ راستش برام بگو، تو چی نوشته میکنی؟ خب به کسی نگویی. به خاطر مجله گلسوم یک متن نوشته میکنم. چطور یعنی؟ او متنا رو تو نوشته میکنی؟ ما اونا رو تعقیب میکنم. بسیار خنده دار است. بله راستش این از طرف شب خانه نوشته میکنم، اما بسیار خسته میشم. وقتی که اینجا کار زیاد نباشه باز اینجا نوشته میکنم. البته ما باید اینه حدس میزدم. گل، سنبل، بلبل. های بسیار هوشیار هستی. از شرکت تنظیمات عروسی زنگ زدن. قرار بود کان امروز اونجا بره. بله چطور توافق نکردین؟ آقای کان همراهتان گپ نزد؟ درست است، ما براتون زنگ میزنم. کان اوف کان، کاش که گلسوم واقعی می بود که میرفتم درد ما برش میگفتم. خانم سنبل، معاشره که براتان میتونم اگر کفایت نمیکنه میتونین اضافه کاری کنین. درست است؟ به نظرتان اگر در وقت کاری کار بیرون انجام بدین این بی‌نزاکتی نیست؟ به نظر من خواه است. ما دیگه نبینم که کار تکرار شوه. درست است آقا، معذرت میخوایم. چی شده؟ رئیس بالفعل گیرم کرد. یادم جن وارث یک دفعه بالای سرم آمد گفت خانم گلسوم از کجا میفهمید که من این متن نوشته میکنم؟ چی شده هلال؟ چرا گریه میکنی؟ چی شوه بیادر؟ از دست پدرت در خانه قیدم کده. مادر میخواست که مرا به مولا ببره، او اجازه نداد، فقط که مرا از اونجا اختطاف میکنن. وای وای وای، بیا خواهرکم، بیا بیادرت زنده است. برات وعده میکنم بار دیگه خودم به مولا میبرم. بیادر خوب است که تو هستی، اگر نیم از بین میرم. اما فکر میکنم که تو هم از این خانه میری. کجا میرم دختر؟ من همینجا میباشم. تو هم تو فکر کو پدر مادر مخانی کاکا یوسفشان روان کده که برشون خبر بده امشب کامورانه به تو خواستگاری میکنن. تو چی گفتی؟ من چرا از این موضوع خبر نیستم؟ با خدا نمیفهمم. بیاد چند دقیقه پیش همراه مادرم تصمیم گرفتن. مادرم کجاست؟ خب گفتم که خانه خال اسمایشون رفته، از اونجا به مولا میره. پدرم کجاست؟ پیش از آمدن تو از خانه برآمد، گفت به قهوه خانه میرم.
هستی بیادر؟ نه خیر مستم. کمال؟ تو در اینجا چی میکنی؟ اگه کسی اینجا گیرت کنه؟ کی گیر خواد کرد ها؟ خاله دودو به مولا رفته، جلالم در قهوه خانه است، جمالم همیال پشت کاکاسنو رفت. 1 ساعت میشه که منتظر هستم. برو 1 گیلاس دوغ بیار که بنوشم. در بیرون هوا گرم بود توش نشدیم، بعداً با هم ششته گپ میزنیم. درست است، همیال برای دوغ میارم. پدر صبر کن. چی گپ است؟ شنیدم که کامرانه خواستگاری میکنین. بله امشب. بله امشب. بسیار فکرتان عالی است. بخیر کاش که از ما یک بار پرسم نکردین که آیا میخوایم یا نمیخوایم. چرا نمیخوای کلپ است؟ دختر با آبرو است، صحتمند است، قوی است، مشکل نداره، کمرش باریک است. اما سنش کمی زیاد است. کلان است بچیم، 2 سال است، چشم پت کنی باز کنی جور میشه. پدر ما او دختر همیشه دوست خود فکر کردیم، هیچ دو نظر ندیدمش. خب خیر است بچیم، وقت عروسی کردیم مزادت میکنی. پدر میگم که نمیخوایم. بچیم تو سرگپ پدرت گپ میزنی؟ بیبی تو چند ساله شدی دی قریه بسن تو دیگه دختر هست؟ عروسی کو بچیم همراه کامران ما هم در زمینای یوسف شریک میشیم. وضعیت سلطان مادر خوب نیست، معلوم نیست که سب و روز چی میشه. حالا گپ دلتان کاملا فهمیدم. حالا گپ دلتان فهمیدم. چه قوشر هستی؟ ما کدام وقت گپ دل ما پد کردیم بچیم. مواشی را به ما و زمین را به یوسف داد. یه ایوانات امروزی و سبا میمورن، بیاد بی مفت چتلیش دست پدرت میمونه، اما زمینی قسم نیست، زمین بر همیشه باقی میمونه. تو جوان هستی، باید زمین داشته باشی جمال. ما با تو بیادرایت فکر میکنم. وایدی فامیل به دست تو است، باید فداکاری کنی. پدر میگم که نمیخوایم، با زورم عروسی شده بلیاز خدا. بله با زور عروسی میکنی. میشه من خوب میفهمم با زور عروسی میشه. هر شب با چشم خود در تلویزیون میبینیم عروسی با زورم میشه. یا تو زنایی را میخوایی که خود رنگ و رایش میکنن و چپ و راست سرکا میگردن. او دخترم پاک است، هم مقبول و هم جیری با زمین داره. تو میخواستم برم یک قهوه بنوشم، کیف امورم از بین بردی جمال. خدا نیست و نابودت کنه. خواهرم آمد. دخترم داخل برو یک حمام کن. ما همینجا سرش هم اندازم که حمام کنه. چی میکنی دختر؟ ما بیا جامیال حمام کردیم. حمام کردی؟ تو در این وقت کجا حمام کردی دختر؟ جای نه مادر، در خانه سلطان مادر. پدرم گفت سلطان مادر حمام بده، باز خودم هم حمام کردم. خوب است. حالا برو آماده شو، خانه رام جارو کن، امشب مهمان داریم دخترم. کی میآید؟ خواهر جان، خواستگاری تو میآید. راستی؟ کی میآید؟ خاله دودوشان تو را به جمال بیادت خواستگاری میکنم. چی؟ برای جمال؟ خواهر دخترم زوب کرد. مادر من خواهرت گفته بودم که زوب خواهد کرد. خواهر لطفاً بخیر. خواهر چرا قتال دادی دختر؟ دوغ آماده نبود، رفتم تازه برات آماده کردم. زحمتایت میبخشی. به جای نمک داخلش عسل انداختم، گفتم شیرین شود. خوب کردی که عسل انداختی. تو به خدایا تو به پدرم آمد. بخیر برو در پشت پرده. حالا چی کنم؟ کجا موندمش؟ بیا بوتای ما بکش. خوش آمدی پدر. چی شده پدر؟ چی شده؟ ناشکری میکنین. با می خاطر است که صاحب هیچ چیز نشدین. با بیادرت میگم که ما عروسی تا میکنم. میگه نه خیر پدر نمیخوایم. ببین دخترم عروسی من پدرم کده، تو مفت عروسی میکنی. پدرت عروسی تا میکنه، هنوزم به جای گپ میزنه، در روزی خود کد لغت میزنه. او دوغ است. بله دوغ است. بته زود باش هر خود کلورم از دست بیادرت خوش شد. زود باش بیاریش. بیدی پدر. دخترم بیادرت چی بگویم؟ ای خوشیرین از دختر. عسل داره. نه عسل داره. یعنی چی؟
برو یک گیلاس نمکی جور کزو باش. حساب من خراب نکن. برو دگه یا دوغ بود. این دیگه چی بود؟ ماشالله ماشالله ماشالله، کلش از دست مادرت هست. او تمام روز کار میکنه و تو راحت میشینی، هیچ کارو بارو یاد نداری. باز شیشتا به خود دوغم جور کده. شرم از به خدا. پدر زود بیا زود. چی شده دختر؟ زود پدر. خود چی شده؟ قانقوزک است پدر. قانقوزک است اونجا. پدر به خدا زیاد میترسم، به خدا بسیار زیاد میترسم. کجاست؟ اونجاست. کجاست خب؟ همینجاست. سر اینجا قانقوزک اونجاست پدر، به خدا زیاد میترسم. تو رو میگم اینجا خیلی چیز نیست. اینجا بیا. کوکه کجاست؟ بود شاید که تو را دیده فرار کرده پدر. تو به خدایا اینجا دیوانه خونه است. کلتان یک رگ دیوانگی داره. از خاطر یک قوزک من قصر گردان ساختی. من ناخ گفای شما را گوش میکنم. اسما بیا زن. آی چرا همراهی بوتای داخل میایی؟ همیال کنه جای پاک کدام باندگه حال خواه آمدم. بکشی را. میخوایم برات یک دفعه بگویم. ماما از من بسیار مهم است. راست میگی؟ امشب آقا اسنویشان به خواستگاری کاموران میاین. نکم از خدا. وای 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 بچه اسنو چقدر هوشیار است. میخواه که در زمینای من خودش شریک کنه. چطور؟ نیکی کامورانه برشان نمیدی؟ چرا نتون زن؟ با جمال که نتیم به کی بته؟ دازیم جمال بچه خوب است. جمال خانه داماد میگیریم زن. خب نفت. او میخواه که در زمینای ما خودش شریک کنه. ما هم از این طریق همراهی و دمواشی شریک میشه. یعنی را میگن در مقابل چال رفتن. خوب گوش کن اسما، از دانت گپ نبرای. هوش کنی با کسی چیزی میگی. نمیگم تشویش نکن. میخوایی در جان ما بزنی حسنو کور خواندی. همراهی خیشی میخوایی که همراه ما در زمینای ما شریک شوی. خوب است. خواد دیدی که من در این عروسی سر تو چقدر پول خرج میکنم. بیبی او هنوز زنگ نزد. تو یک بار زنگ بزن. او دیگه زنگ نمیزنه سلطان مادر. بخی خانید برو دیگه. حالا زنگ بزن. خدایا در چی مصیبت گیر ماندیم بته که زنگ بزنم. بله؟ سلام، روزتان بخیر. من نیازی هستم. کی؟ نیازی. امروز هم رایتون گپ زده بودم از قریه گزلکوی. بله، چی شده؟ چی میخواین؟ خب من سلطان مادر راضی کده نتانستم. مغز مرا خورد شلست. میگم رایتون گپ میزنم. اگه میشم روش گپ بزنیم. شما از من چی میخواین؟ مادر کلان چی نوازی چی؟ بله یاد خدا. من نایس قریه دار گزلکوی از شما خواهش میکنم خانم سنبال. به خدا نزدیک بود، به خاطر شما وظیفه از دست دادم. از اون خاطر نمیخوایم رایتون گپ بزنم. حالا در مترو بالا میشم، موبایلم قطع میشه، دیگه برام زنگ نزنین. تو به خدا یا دیوانه میشم. الو قطع کرد. یک دفعه دیگه هم زنگ بزن. امروش گپ زدم سلطان مادر. بعدن برات زنگ میزنم. تو خودش گفت دیگه. چی گفت؟ گفتم مترو بالا میشه. او خدای من، به خاطر آمدن پیش من مترو بالا شد. بله اینجا که رسید استادگاه پایین میشه. باز خانه تو میای منتظرش باش. درست است؟ برو دیگه. منتظر میباشم شوهر جان. من در خانه منتظر میباشم. میرم. خب دیگه خداحافظ. خدایا یکمی کم بود. این دیگه چی حال است؟ به خدا دیوانه میشم. ببینی رسیده. یک دفعه که در غم سلطان مادر موندی دیگه خلاص نمیشی. مکد ازی چی کنم؟
متوجه باش. چی میکنی؟ میبخشی فکرم نبود. تو با خدایا تو برم صبر بتی. اوف میشه کم دور باشین لطفاً؟ بیادر نه که گپا نمیفهمی. چی بلا؟ این آدم دیوانه است. خانم محترم خوب هستین؟ چی شده؟ بس است دیگه. چی ای طرف یا تو متناق از بیادر بیا. تو به خدایا دیوانه هستن. خب صحیح شد. این چی است؟ بیا زو پیسه نداریم. این مالیام سر ما اضافه شد. بس است دیگه. بانیم که 2 قران خو کمایی کنیم. خوش آمدی سنبل جان. هیچ خوش نامدیم خواهر. چرا چی شده؟ از صبح تا حال چی بلاهایی که سرم نامد محترم ماده سکر. همراه تاکسی که تکر کردم رئیس ماده بینش بود. درستم اون وقتی که در موبایل برش دروغ میگفتم که در شرکت هستم. طرف یکی دیگه ما حیران مانده بودیم. از خاطری که موتر خدا به ترمیم دادم از شرکت موتر خواستم اما نداد. گفتم مترو برو. ما مچم که مترو بود بس بود چی بود آمدم. هیچ نفهمیدم که من بس آمدم یا در کراچی. باز میگن که در چوکیا بشینین. فقط که مردم خوب به گفت دولت میکنن. اونا فقط به پول خود فکر میکنن. سنبل یک لحظه آرام شو. یک نفس خوب بگی. بیا سر کوچ بشی. نمیشه خواهر از این یک روز فرار خواهد کردم بس است. تو از سنبل فرار میکنی؟ بله. من این گپ جدی برات میگم خواهر. درست است. در این صورت باید برید از قریه دور زندگی کنی. مفکوره بده نیست دربارش فکر میکنم. البته به نظرم اول بکن بگو عزیزم 15 روز بعد عروسی ما است و ما میخوایم که در قریه زندگی کنم. خواهر بیا زوی مشکلات از خاطر او تحمل میکنم. اگه او نمی بود الان وقت رفته بودم. ای چقدر رومانتیک. او چی میکنه؟ همیشه همین قسم است. سوده از دنیا به سوده. از دنیا به سوده. سوده هیچ نمشنوه. خواهر جان یک لحظه روان به این دنیا برگرد. من به دنیا هستم خواهر. دنیا در داخلی است. دست شما در داخلی اتاق است. اما خود در دنیا فکر میکنیم. همین قسم است. خود کاملا از دست داده. در او کوچ خود سرش کرده. نمیفهمم که چی کنم. تو پس کو این از گوشت بکش. ای به خدا انیسه یکم بار شو کرده استادم دست پام لرزه گرفته استی. باور کن من هم حیرانم. دل تو چه زده استاده باشد به خدا من نمیدونم. چای می نوشیم و موضوع اساسی دم یکسن. صبر کنید دخترم و دامادم بیایم. ها شما کی را نگوداری؟ کی دیگر میشد جلاله؟ کمال آدمانی حولی بوده رو یک طرف است گوشه کن ما بینیم چی گفت ایجا؟ ابو با چی گفشی؟ هیچی دادا جان. اما تورتنک خونه دایدم اومد. او سلام علیکم. سلام علیکم. خوش آمدید. در کجا بودی از نه؟ کاری چیه؟ بدبخت باید در پیش توی ثابت بتیم ها؟ کاری ختک گودک. ای با خدا اگر یکون کس نداند فکر میکند که شوهری من یگان رئیسی کلان است. اگر شما کسیم پوشو رئیسی پیش بزرگ میشم. رئیسی پیش بزرگ؟ از تو رئیس نمیبروید. سوسوزی کیزی دودد. ایورا ما چکی. بیا ما کیز خمیم. السلام علیکم. سلامت باشی. تمام باشی.
این بخدو میفهمم در دسترخوان توی چی نیست همین طرف تا اونو میخوردم. ایست من برای تو سمبوسه میارم. اوچه جون زحمت نکشید. هیچ گپ نه دخترم هیچ گپ. او تنج بگی خشتوما بوجا سوزی تنجی؟ حالا سراسی من نشو بنیامین مزاش نیستی را ای بچه امروزه پگای بوجا میشیم چی گفتیسته خشتومان جان یک جرغا دیگه هم بوجا در بیار ای گپ نیست خشتومانی منظوره رحمت اوچه جون مرحمت میهون رو گیرید. شما میخورین نمیخورین؟ سمبوسه بگی دوما بسم الله الرحمن الرحیم شپانی باشه در اشتیاد بمرمه رنگ گو میخوره باور بنیامین پدر شوکت ابله بود و مثل شوکت به عقل دمو تناوی اوغل سر دادن چی بالا رحمت دختر قابلم دخترم بخری دست چو کردی؟ ای گفتم که برای من خواستگاری میآید ای خرسنده را غلط دیدم دستم شکست خدا شفای کنید رحمت کلم جمال ما بگی پوف که دخترم پوف که دنگی چای جو شده بالای بروکش ریختم بروکش تر شد اولی بروکش پوف بکنم که قوق بشد جمال اجازت میده که پوف کنم ها هیچ چیز در کار نیست پدر جون بیا از اینجا میرویم وگرنه دختر برام میکشه وای منکه بشید هجاد بشیگم شو اهمیت نته یگام بالاش نزده بیاید سری مسئله اساسی برمیگردیم مقصدی اومدن ما همیه که دخترتون رو با فرزند ما آساقل کنیم بخدا چی بگم کمتر فکر کردن در کن فکر کنید اول فکر کنید میگویم که سراسی بگی عمل شیطان است آی آخه روزی شب پدر جون جمال بچه پیانیسکا نیست تو از کجا میدونی؟ مگر فالبین هستی؟ اما که یوسف شما اول خوب فکر کنید فکر کن یوسف لیکن همین گویا که بسیاری بد فکر نکن خاله سلطانم کساله بومرا خوب نمیشه خستیم رفتیم کستیم همه جلو کستیم پیش بدر زنک پیش جمال فکر کنم دوگانه جون شما بایدین اما که یوسف با حضور فکر کنید یوسف شو خوش بگی کجا؟ زنگ بزن زن این بیم بشینه ای پدر جون برای چی شما در افروزی نشدین؟ زنکتر بگی دختر باید ناز کنه فهمیدی؟ مده روی خطی توی بیارین پگه در دست حسنی میتماش چخیل روی خط پدر؟ روی خط خلینگه تی کار خوب میدانی نوری چیزوی قیمت بنویس که قدری دختر ما نبدونه مایلش پدر من فهمیدم پگاه روی خط رو در دستتون میدیهم بشنه دروید جناب سفر فاطمه گل آمده است شمسیه جان دندونه تیلو شکن من حاضر می آیم گل؟ حیاتم ما با واخوری دیر کرده ایستادیم حالا هم تیار نیستی؟ واخوری امروزه رو با دیگر روز گذاشتم آرزو تو با اون نگفتی؟ چی خیر ها؟ چرا؟ واخوری همون هفته دیگر است آرزو خطا کرده است چرا به من نگفتی؟ من از کار جواب گرفتم عزیزم وای من نکن من خودم نفهمیدم همین خیلی نه؟ ببخشید فراموش کردم که خبر رو به شما رسانم نامدی کرو بینه تو دیروز تشکیل کنندگانی توی رو نیفتی مادامی که چنین باشد رفتیم آن رو حل کنیم نه نمیشود آنها پسندم نامدن یک گروه دیگر رو یافتم توی رو خوب تشکیل میکنم پس من چی کار کنم؟ با کار میروم پس کار رو یاسو گذار بعد نصف روزی با ماشین سواری میرویم ای دوستم خاله سلطان تنها درباره نبی رش گپ میزند من میدانم که این ناممکن است لیکن به هر حال از شما پرسم گفتم شما از من بسیارتر میدانید از من بسیارتر زیستید یعنی شما معلوماتی زیاد دارید میگوین قطعی بابای اصلانشو عشق عاشقی داشتن راست من جوان بودم یاد دارم همو وقتا قطعی همه که اصلانشو گریخته به شهر رفته بود لیکن بابای رشته اومد که فرزند نداشت نبی رش از کجا ها دوستم من در فکر زدم فکری چی؟ کمپیر از اصلا شو کودک درشیده باشه چی؟
ممکن نبیردار شده. ای یوسف 4 ماه بعد اومد خیلی کودک شی. برادر راست گفتی و یک بار فکر کن. مثال کمپیر خطی اصلا شو هم خواب شده. کودکی 5 ماه در شکم باش یکی گریخته. 4 ماه پس کودک برامای. کمپیر کودک در دستی اصلا شو سپرد است قشلاق آمده است. یعنی حکمت خدا گفتنی؟ چی؟ حکمت خدا؟ تو گفته حکمت همین خیلی میشه بیانی. باور کنین خاله سلطان نشید. ما او را آدمی پاک میگفتیم پاد شتا بوده که دینیمی زنک گب نیسته. من رفتم صدیق همین چایات روز به روز فش شده مزه خاص میکنه تپک میکنه. گوش کن مثلا او اگر فرزند میداشت این قصول درست در همینجا توقع زندگی میکرد. یک بارم فرزندش رو به خونهش دعوت نمیکرد. ای قدر راست میگویی و ممکن این قصال ایره پینهان میداشت. عقل شگون کده همه چیز فاش کن. یوسف میدونی که چند بار مرا خدا گفتی؟ قدمی اوخی دخترت میتی؟ ها خیر میلش من میرم تم خونتون برم. انا بیگر راست خانه ما بیا جورم. بشوخی میگه گم نیست خدا گم نیست. میلش بیگر ما انتظار تیم. انا بلای سر آمده. یازی از نبیرم یگان خبر است؟ نه یگان خبر نیست. خبر نیست. تو بیا با من رو باید با تو گپ زنم. رفتیم خاله سلطان؟ رفتیم. بیا هیچ نیازی زود رفتیم. مایلش خیلی ما میرویم. مایلش بشه آمار رفتم. ایسته راه کرد خاله سلطان. خیلی ما رفتیم کده خیز گذارید خاله گذارید انا در اینجا به حضور شنید. رحمت نیازی. خیر اکنون نبیره شما کار داشته است. کمتر دیر می آمد است. عذر پرسید. هیچ گپ نیه انتظار می شوم. خیر خاله سلطان من یک چیز را پرسم. قطعی اکای اصلا شو یک وقتو میگشتی کو شوهری پیشینه اتان یعنی شما با وی چقدر بخورده بودید؟ تا گریختنتان چند ماه یک جای شوری موری کردید؟ میگوید که 5 ماه بازی کردید. کی میگوید؟ یعنی بچه های دیوانه که در قهوه خانه هستند امورا میگوید. چه؟ به آنها گویی به جایی که مثل زنها غیبت کنند به کارشان آواره شوم. توبه آنها از من قاتل میکنند. این مسئله چند سال پیش پوشیده شد. از پشت این حیوان شده چند سال میشود که من برای فرزندم غم میخورم. میدونی این را من هیچگاه از نبیرم روی نمیگردانم. گوش کن نیازی خدا جانی تو گیرم. خاله سلطان خودتون رو با دست گیرده؟ اینجا کار عادی نبوده است برادر. باور نمیکنم او چی خیلی رو به یاد آورد. این کمپیر گاه به خود است گاه از خود بیگانه. بزرگا بیهوده نگفتن دیوانه با کاری خود هوشیار. وای میونم شکست مونده شدم. تمام روی خطی توی هم تیار شدن. به فکرم همه چیز رو نوشتیم. اپا برای من از بازار کاروان یک سپیچکای طلایی نویسی. رنگ خورم سلطان باشد. اپای کم ترک انصاف کنین. رو خط شما را میبینن مرا قبول نمیکنن اما در گوش خط بزن اقلن. تو خوش نشو بی پول ازو شدنی؟ دلم با جمالم میسوزد. دلت نسوزد وگرنه مثل من پوشیمون میشوی. گوش کن نوری در امون روی خط خلیق مدام یا تلفن بنویس. این تلفن ما چی بلایی زده اینستاگرام نمیدونه. اینو ببین بو باتریش هم پرید بره. تو رو سرخی تلفن کنه. گوش کن قمری نسبتی مردکو دلسوزی نکن. این بدبخت رو گرفتم پوشیمون شدم. مرا گفتی؟ در خودت رو شناختی ها؟ صدقه مکنت را. پدر روی خط تیار است. 10 تا 40 قالن 1 کیلومتر پونبرغ. ای چیه ای روی خطی درست؟ خیلی میشه و خوب کدی. گوش که دخترم توی مغازه پایتخت تا کجا میدونی؟
یک سال پیش اکای جورخون با لکسوسش تماشام برده بود. ایامو وقت همشه میدونم. قندات بزه. آفرین. بگی. پدر شوکت میدونست که زنش خیانتکار است، اما خاموش میایستاد. акай ниёзе ман бо қумрӣ оиладор шудан намехоҳам. овай духтари хуб аст, барои чӣ намехоҳӣ? ниёзе ман туро дӯсти худам мегӯям, аммо нафаҳмидам ки ту аз тарафи кӣ ҳастӣ. ҷамол, ман фикри туро дорам. умрат меравад. хайр қумрӣ камтар девона аст. фаромӯш накун, ман ҳам як вақтҳо як зани девонаро гирифта будам. он зани девона писарам Канъони девонаро ба дунё овард. ҳоло дар курси 4 мехонад. шери нар 100% ниёзе ман дӯст дошта хонадор шудан мехоҳам. дӯст дошта. ту ба рӯи ман нигар, дар рӯям ишқро мебинӣ. ишқ мегӯям, ишқ. ишқ гуфтӣ? эй худо туро занад. ишқ аз чист? сафсата нагӯй. дар маҳалламон ҳамин қад духтари ҳалолай. фаҳмидӣ баром? амаки ҳусни ҳақ аст. ҳам мероси падараш ба ту мемонад, ҳам проблема намешавад. ором писар, кам бинӯш. ту ба ин одат накардаӣ, боз маст мешавӣ. эҳтиёт бош. бисёр гап назану ҷомро пур кун. шояд маст шаваму ӯро фаромӯш кунам. эй хар, фоидат надорад. онҳо рӯйхатро омода кардам. рӯйхаташ чист? чӣ хел рӯйхат? рӯйхати туй. онҳо туро ба пойтахт барои харид кардан равон мекунанд. ту аз куҷо медонӣ? бенямин гуфт. телефонаш вайрон шудааст. саҳар назди ман телефонашро оварду гуфт ки ҷамолро қайсингилам банкрот мекунад. ана бин, ҳаракат сар шуд. банкрот мешавам. зиндагӣ сар шуд. ман тамом шудам. бародар, медоне ки дар асл ту не, ман тамом шудам. холаи султон мегӯяд ки ман шавараш ҳастам. бин ки боз аз ту фарзанд талаб накунад. хомӯшав дӯстам, шӯхиҳоятро сард накун. боз медонӣ, ман бо холаи султон гап зада аз суханояш фаҳмидам ки шояд ӯ набира дошта бошад. ӯ дар бораи муносибатҳояш бо асланшон нақл накард. фикр дорам ки ӯ соҳиби фарзанд аст. ҳа, фарзанд ки дошта бошад, набира ҳам дорад. боварӣ дорӣ? 80% боварӣ дорам бародар. рости гап, бо набирааш ман гап задам. ӯ инкор кард, аммо ман шубҳа пайдо кардам. фикр дорам ки духтар изи ӯро ёфтааст ва барои ӯ тӯҳфа мефиристад. яъне пинҳонӣ аз оилааш. шояд аз ҳамин сабаб ӯ ба мо чунин гуфт. маълум ки дар гузашта чизе будааст. мо инро чӣ хел фаҳмем? ҳоло фикр накардам, намедонам. бояд фикр кунам. фикр мекардааст. хуб, ба худо 1 соат шуд ки ба ман инро нақл дорӣ. чӣ кор кунем? ман ба ту қумрӣ мегӯяму ту хаёлан дар дигар ҷоӣ. дардам аз сарам зиёд аст. ист оҳиста. ҷамол, бас бинӯш, охир ҷигарат вайрон мешавад. он вайрон шавад. худо. ташаккур. акнун навбати ту. навбати таом мерасад, саида. ман бисёр метарсам. аз ягон чӣ натарс. кани савор шав. майлаш. ҳозир бармегардам. ба ту чака гузорам. гузор. биё инҷо. ту куҷо меравӣ? чӣ, ман бо девор гап зада истодам? ҷамол, писар, ту чӣ кор мекунӣ? ман чӣ кор мекунам? исто. тайёрӣ? бале. ҳозир. ҷамол, фаро гум шав.
خدا جان تو را نگیرد جمال. پسر اینجا بیا، ایستا میگویم. فاطمه گل با من گفت که تو باید شرطنامه توی رو میگرفتی اما با تأخیرش گذاشتیم. حالا هم با اون نگفتی حقیقتی تلخ رو؟ گفتن نتوانستم. کمتر زودتر باش سفر، هفته دیگر میرویم. اگر از فکرت گردی زودتر بگو تا اینکه ما از پای یگان دکتری دندانی دیگر شویم. نه انیق است. من بسیار فکر کردم. میروم. چی گفت؟ او بوجه خوبیو؟ جمال شراب نوشیده است؟ در اینجا چی گپ است در اینجا؟ پیسرم چی حال است؟ چی حال است؟ پیسرم در حیات شراب نمی نوشید. در حیاتش عرق نمیخورد کو؟ ای بدبخت با عرق نشدی ها؟ پایم سرده. جمال این چی حال است؟ تو در کجای خیلی عرق نشدی؟ جمال جان ساز هستی؟ مادام یکی داماد آمد با موضوع برمیگردیم. همه دختر خش رو رشی مادم میبخشم. راست میگوی؟ نه مهدی هم گفتی؟ مهدی had گفت آخی تو گفته بودی که دراز فکر میکنی چی قدر فکر کردی؟ جمال اما کجای اومده بته؟ دسکا جمال شرمنده کردی ما رو بخدا. بیا بچم اینجا بیا که در نزدی من بشم. بیا که بچم در بری ما بشی. بیا چی شده ایستاده است؟ همه آب یخ رو در پشتم ریختی پدر. هم تا بگی آب مونده جاش رو شور میشه. صغیره این خدا تو در همینجا خب کنه شیشتای. بیا یا اچال سنو باخی سنو بیاخی من دیگین بشه اچال تو تو چی بیاخی کن بشه در جای همه را احمق کدیه. قدر ما هم یک شرطی مهم داریم برای دختر یک توی بد دبدبه میکنی. لب نیست قدر این شرط قبول میکنی. قمری کو دخترم همون روی خطی توی اخسرت درست کن. قمری دیوانه از خرسندی میپرید. دوری هم تلفن منم نویسی با یا چی هم؟ چیزای قلینگ خودم نویساندم. بینه خودم نوشتم میگوید دستی تو لات خورده است با دستی چپت نوشتی مگر؟ خواهرم گفت من باشم نوشتم. چی شد بوجه؟ ای قلینگ ترسیدی؟ از چی میترسم؟ من رنگی تو زنکلان نیستم. دم تا بگی پت خفیس پیشکره برای همشه بخر بگی بیا. کجا میخری ما نمیدونم. همه چیزا را در بازار خودمان نمیابی. در مگزینوی پایتخت. در پایتخت در بازار خودمون نیسته؟ خطای بازار بود که ما رفت. در بازار خودمون باشه هیچی نیسته. با این نگرده اینقدر شوخ شده است. خطای بازار نه تو از مود رفته بینیامین. بس کنید تمام. قدا کیلین تبو نمیزنی آخی؟ او قسختش نمیزنم. در همون روی خط چیزی لازمه کلینت نوشته است. خواهد؟ همه همی را رفتم میخری هفته دیگه خدا خواهد توی میکنی. قبول قدا قبول. همین طور قمری دیوانه را با پدرم فاتحه کرده. خب چی حس داری که در زندگیت یک راه نو انتخاب میکنی کان؟ هیجانی هستم. البته یک تصمیم مشکل است. اما دربارش فکر کردم. میخوایم که این کار کنم. وقتی قسم یک فرصت بعد سوردم نمیخوایم از دست بتونم. راست میگی.
اگه نبدن خواد گفتی کاش که ای کار میکدم. ما دیگه باید برم. بیا زو بعد ازی با هم دیگه یک جای میباشیم. بسیار خوب. خیمه کرتیت میارم. میبخشی. باز میبینیم جانم. اینجا چی پس؟ گل. تو خانه خواهرت نبودی؟ اینجا چی میکنی؟ نمیفهمم، شاید تصادف آمده. به هر صورت شبتان بخیر. کان عاجل به ما توضیح بده. چیزی به توضیح دادن نیست، محفل داشتم، خودت هم میفهمی. تو مرا احمق فکر کردی؟ این محفل 2 نفره بوده. هیچ باور کردن نمیتونم. تو مرا فریب دادی. نه خیر گل، چتیات نگوید تا یک چیز امکان داره. بیبی برام دروغ نگو، اگه این کار کرده باشی بگو. گفتم که نکدم. کلگی هم اینجا بودن، از خاطر که تو نبودی وقت رفتن. کریس زنده باشه همراهیم در جمع کردن اتاق کمک کرد. من برش یک نوشیدنی دادم. دوستایت به خاطر ما آمده بودن اما ترس؟ بله. گوش کو عزیزم، زیاد وقت هست میخوایم همراهت گپ بزنم اما این فرصت پیدا نکردم. درست است، گپ بزن، بگو این در مقابلت استاد هستم. بسیار خوب. میشه بیشینه؟ خواهش میکنم بیشی لطفا. من میرم. کجا؟ افریقا. چطور یعنی؟ چرا؟ از کار ما خو خبر هستی، دکترای بدون مرز، همون دوستای موتور سوارم که آمدن و همراهش محفل گرفتیم. اونا در افریقا به یک سیاحت میرن، اما برای کار خیر میرن، یعنی از خاطر کمک به انسانهای اونجا به یک دکتر دندان ضرورت داشتن و ما گفتن، مام قبول کردم. چرا؟ ماجرا؟ یک دنیای متفاوت، یعنی این یکی از رویاهای ما بود. چطور؟ یعنی من رویایت نبودم؟ تو هم رویای ما هستی، البته تو هم هستی عزیزم، اما چی میفهمم هفته گذشته دفعتن از من خواستن، مام قبول کردم. طبعا رفتن به افریقا برات مهم است. چی وقت میری؟ در شروع هفته آینده. عروسی؟ ما عروسی نمی کنه؟ راستش موضوعی که میخواستم بگویم همی است، یعنی شاید ما مجبور شویم که این موضوع را تا یک مدت به تعویق بندازیم. چقدر وقت؟ شاید 2 شاید هم 3، نمیفهمم. 2 3 چی؟ هفته یا ماه؟ سال. چطور یعنی؟ کن یعنی تو مرا رها میکنی؟ نه خیر، در حقیقت و قسم نیست. من خلاصه در مقابل من یک راه ماندم. من میخوایم این راه تا آخر برم، تا آخرش. یعنی راستش قسم فرصت ها همیشه بر آدم میسر نمیشه.
میفهمم که بسیار جگرخون میشی. به نظر من به این عادت کنی خوب میشه. من به تو اعتماد کرده بودم، سرت باور کرده بودم. تو اعتماد به از بین بردی، باور لطفاً گل خواهش میکنم. این چی است؟ این چی است؟ من چی میفهمم که چی است؟ چی رو نمیفهمی ها؟ این گوشواره امو دختر است. امرای او یک جای افریقا میری، نه او دوست دخترت از امو تنید. گل خواهش میکنم چتیات نگو. اینم کن. کجا میری؟ خلاص شد. جیپتم ترافیک برد، برو خودت پیدایش کن. یعنی هیچ احتمال ندارم تو نیست؟ آی راستش نمیفهمم. قسمی که شما گفتین بعضی شباهت ها چی میفهمم. میتونم بگویم که تصادف بوده میتونه، اما خواهرم که کارتن روان کرده میفهمه که کاملا اشتباهی روان شده. یعنی میگی یک کمی هم امکانش نیست؟ شاید داشته باشه، اما گوش کو بیا در قندیم نیمه و نیگل وقت نداریم که از خاطر این موضوع اونجا بیایم. خدا کنه که ناراحت نشید. شاید آینده داشته باشه. نمیفهمم. نمیخوایم وعده بتم. نمیخوایم که یک زن پیر ناامیدوار بسازم. درست است؟ شما لطفاً برش چیزی نگویین. خوب است، شما خوبتر میفهمین. اما ما بازم در قریه ما منتظر شما هستیم. هیچ که نه مهمان ما خو میشین. زنده باشین یک روز خواهد آمدی. خیمه میرم. درست است. از قوای امریکایی هم بسیار تشکر. خواهش میکنم. از معرفی شدن با شما خوش شدم. مام خواهر جان، خدا حافظ. خب خدا حافظ. این دختره چی شده؟ ای بی وجدانا را بیبی، یکیشان هم پرسانی بندی خدا را نمیکنن. اینا چی رقم انسان هستن؟ خانم خوب هستی؟ چی شده؟ حادثه کردی؟ خیلی چرا شیشتی دست را گریه میکنی؟ صبر کن، نفس بگی، عمیق عمیق ببی رقم. آفرین. تو کی به این حالت رسانده؟ گفتم کسی که درد خود نگوید درمان پیدا نمیکنه. ها؟ تو همیشه صبر کن، جایی نرو، ما هم یاله میاییم. درست است؟ بیا استاد شو، بیا تکیه کن، دستای تا بگی. حالا روی تا ترکو، چشمایتان پاکو، بگی یک جفه دیگم بزن.
حالا بهتر هستی؟ زنده باشی. معلوم میشه که زیاد درد داری. وقتی که یک آدمی قسم روی سرک بیشینه معنیشی است که دلش شکسته. میشه برای تنابانین اما قبصا زنده باشی. ببینین اگر چیزی شما را آزار میته یا باعث رنجتان میشه به ما بگوین. اگر چیزی از دستم بیاید دریغ نمیکنم. اگر چی در اینجا نابلد هستم اما نه خیر. تشکر آقا. درد دارم که بیان نمیتونم. فهمیدم. شما بالای ما باور نکردین، اما اگر میشناختین باور میکردین. بازم تشکر. به شما مربوطم نمیشه. در صورت شما میشه به ما کمک کنین؟ ما میخوایم به مولا برم اما را گم کردیم. مولا؟ مولا ما از گوزلکوی آمدیم. گفتی گوزلکوی؟ قریه ما را بلد هستی؟ به نظر ما بهترین جای دنیاست. درست است. مستقیم برو، بعدن تابلو را ببی. از همین طریق به آسانی میتونی که را پیدا کنی. زنده باشی. راستش خدا کنه بازم ببینم، اما ما واقع در تاله. شب بخیر. شب بخیر. من خب باید برم، اما در استانبول قدر یک دختر مقبول بوده. هر کسی که دختر مثل تو را گیریه داده از خدا میخوایم کل کور شوم. دختر مرا دیوانه نگو. آخر بگو مشکل چی است؟ چی شده؟ من میرم خواهر. کجا میری؟ او گوزلکوی است. چی است اونجا میرم. با گوزلکوی؟ چرا؟ اما تو میفهمی خواهر کن مرا فریب میداده. چی؟ همراه یک دختر گیرش کردم. من همه چیز از خاطر او اینجا تحمل میکردم، اما او جناب همراه دوست دختر جدید خود به افریقا چکر میره. او که میره مام دیگه زیادتر از اینجا بوده نمیتونم. به گپ تو گوش میکنم. به خاطر جمع کردن حواسم از اینجا بسیار دور میرم. از او خاطر کوشش نکو که ما نمیشوی. اون نامه کجاست برام بده. صبر کو، یک دقیقه صبر کو. گل تو کاملا جدی هستی؟ بله خواهر جدی هستم. در این 2 روز در زندگیم بسیار چیزا تغییر کرد. نام او قریه همیشه همراه به سر میخوره. شاید آرامش را که اینجا نتونستم به دست بیارم اونجا به دست بیارم. خب نامه را بده دیگه. بیبی عکس مادر کلانه پیدا کردم. بده ببینم. ای خدایا. عشقم بیا. تشویش نکنه، نمی که رسیدم زنگ میزنم. درست است جانم. سفر خوش داشته باشی. فکر ما طرف دوست ما را به تشویش نسازی. درست است. بیازم جایی نمیرم. قلبم همراه شماست. میفهمم جانم، میفهمم. همه چیز بسیار خوب خواهد شد. مطمئن باش. خوش کنی، فراموش نکنی. شاید جدا شدن در تقدیر تو بوده.
تو برای رفتن یک راه انتخاب میکنی، راه های دیگر فراموش کن. همیشه از راه برو که درست است. مطمئن باش که همین را برات بهترین است. ما باور دارم. اگه خواست خدا باشه خواهر. بدون شک بدون شک. تو هم دیگه قسم سری نکو. به خدا اگه قسم کنین از رفتن منصرف میشم. چرا خواهر؟ اگه من بچت میبودم در طیاره میرفتم، حال وقت رسیده بودم. جدی هستی؟ بسیار زیاد. چرا که شاید واقعا زن مادر کلان ما باشه و شاید این برای هر سه ما خوب باشه. بیا جانم. به تشویش من نباش خواهر. تو که خوش باشی من خوش هستم. بس است دیگه، اما باید برم. خدا حافظتان. بخیر بری. سفر خوش داشته باشی. متوجه خود باش. پیشتر چی گفتی؟ اما حالا چی میکنی خواهر؟ از خاطر که خواهرم جگر خون نشه و قسم رایه کدام. هرچی باشه جدا شدن هیچ خوب نیست. صبر که خور ترکه نیجه بیا. آمد یک دانه مادر. بیا صبحانه آماده است. بیا بچیم. خب بگو که سفر چطور بود بچیم؟ چی کردی؟ چی کنم پدر؟ خدایا. بیا در اجناس کجاست؟ در پشت موتر است؟ نه دختر، من دست خالی آمدم. چی شد؟ پرسان نکو پدر، کل اجناس نتونستم بیارم. پس فرمایشات ما چطور شد؟ تنها تو خوش شانس برآمدی. در چوکی پشت سر موتر است. برو خودت بگی. چی گپ شد با من بگو. جمال. پدر، اگه دیگه من پای خدا در استانبول بانم، من دیگه اولاد انسان نباشم. از انسانیت برآمدیم به خدا. بچه چیزی خونه شده؟ نه مادر نه. از یک جای به جای دیگه رفتن خودش یک جنجال است. میری جای توقف نیست. حق توقف میگن چی میگن؟ اما تو یک چیز کشیدن. هر جایی که میری پیسه میخواین. وقتی پیسه رو بگیرن میگن که جای توقف نیست. بعدن گفتم جمال تو هم مستقیم به قریه خود برو، کدام تاره نکشی، پیسه تا مد پیشت مصرف نشه. ما آمدم. او بچه با یوسف چی بگویم؟ شرمنده شویم؟ نه شرمنده نمیشیم پدر، فکر او رام کردیم. زنده باشی. قصه از این قرار است یوسف. اونجا بسیار بیروبار بودم. بچه میگه که اونجا انسان پیدا نمیشه. به هر صورت خواب وقتی میخواسته که به بازار داخل شوه دست خدا به جیبش میکنه. پیسه نیست. یک احمق پیسهش دوزی کده. پلیس خبر میکنه، این طرف اون طرف میده. من در فروشگاه کمره بوده، باز اونا رو میبینن اما هیچ چیز پیدا نمیشه. هیچ چیز نبوده. جمال عصبانی میشه و همراه پلیس جنگ میکنه. باز پلیس هم سرش گاز اشکبار میندازه. تو به خدایا. وای چشمش خود چیز نشده؟ در چشمش آب لیمو میچکن. چکن حال چشمش خوبه. حال چی میشه؟ چی میشه؟ میخوای ماجل عروسی کنن دیگه یوسف. بعد از عروسی اولادا رو به استانبول روان میکنیم. باز اونجا هر چی که خواستن میخورن. با قرآن اگه بفهمم. چرا نمیفهمی پدر؟ او وقت شوهر من میشه. باز دلش که به استانبول میبریم یا به پاریس میبریم. تو چی کار داری؟ او را نمیگم دختر. چرا مفت بتون؟ مفت چی یوسف؟ عروسی رو خو میگیریم، بعد از ویش خودشان حل میکنن. قبل از اینکه سلطان مادر از دنیا برم ما باید عروسی کنیم. خیلی درست است. همه تو میکنم. بخیزه hayatından gittim oğlum. Kaderime koy birini koyabilirsen. Ben senin hayatından gittim oğlum. Hadi dur o sarı odalarda durabilirsen. Ben sen diye bittim oğlum. Hadi bakalım unutabilirsen. Ben seni yudum
Hadi ol eskisi gibi olabilirsen. Uzak benden aşk uzak. Kanun yasaklı. Uzak benden aşk uzak artık. Kanun yasaklı. İnan içimde yok fesatlı. Alırım başımı giderim meseler gibi hey, meseler gibi hey. Benden aşk uzak. Kanun yasaklı. Uzak benden aşk uzak artık. Kanun yasaklı. اما نیازی تو واقعا میخوای این کارم رای ما بکنیم؟ اعدامت خو نمیکنم، نکارتو بسته میکنم، این وظیفه من است. اما نیازی اگه تو امرای من این کارو بکنی فکر کن که منم میکشی. چرا که میترسی بچه؟ در وقت بسته کردن نکاح به اراده خودت میتونی نه بگویی؟ ها میگم بگویم که در اینجا کشت و خون بخیزه. خیلی من چی کنم دیگه بچه؟ یارا رفیق ما به اون دختر استانبولی دل دادیم عاشق شدیم بچه عاشق. ما دختر استانبولی وارد دختر میخوایم کامورانه نمیخوایم. بیادر تو کاملا عجیب شدی، کاملا دیوانه شدی، یک کت از دست دادی. نام اون دختر چی است؟ ها نمیفهمم. ببین نامشم نمیفهمی، این خب میفهمی که متعهد است یا مجرد؟ ها او رو نمیفهمم. آفرین این رو نمیفهمی. دستش شلملا بود یا نه؟ دیدی؟ نه ندیدیم. خیلی چی میخوای عزیزم؟ پشتش به استانبول بیری؟ فرض کنیم رفتی ده او استانبول کلان و دختر رو چطور پیدا میکنی؟ فرض کنیم که او رو پیدا کردی از دستش گرفته به قریه میریش او استانبول کلان اعلام میکنه و اینجا میآید. نیازی میگم رفتم دیدم استانبول هیچ جای جالب نیست، داخلش ما را کشته بیرونشم دگاره. بیبی رفیق من حیث یک دوست برای توصیه میکنم فهمیدی؟ با دعایی که قبول شدنی نیست آمین نگو و این گپم فراموش نکن. میگن که دختر درون خانه خیلی از زنتون نمیشه، اما این دختر بیبی خود آرایش کرده مثل گل زیبا شده. یا کامورا نبیگی یا که نبگو خود خلاص کنه رفیقه. سعیز بیادر بس از تو کمک خواستنم بیفایده است. سنگ دل بریم منتظر بودن برای یک دختر چقدر مشکل است. جلال دختر تو کجا بودی؟ حالی نکاح خوانده میشم. تا لباس من تبدیل کردم عشقم. عشقم؟ با حال که خوب سیلت کنم. خدای من وای تو چقدر مقبول شدی. راستی؟ بله مرا ببین من حالی در عروسی آهنگ میخوانم، تو هم امرای من میخوانی؟ پدریم قر نشه. چی میشه عشقم؟ من تو را دست هم نمیخوایم، مرا چیزی نمیگم. میبخشین اینجا کسی به نام قریه‌دار نیازی است میشناسینش؟ بله او در محفل است نکاح میخوانه. عروسی است؟ بله به اجازت ما میریم که نکاح خوانده میشه. بریم دیگه جلال. بله
تو کاموران یاشا باسماز دختر یوسف از فامیل اون باشی ها جمال آلکان به شوهری خود قبول میکنی یا نه؟ از عمق دل خود بله. خب تو جمال آلکان بچه اسنو از فامیل اوکوزا کاموران یا شباسماز به همسری خود قبول داری یا نه؟ ایره برش بته. قبول داری؟ بگو دیگه.